کمیته اولوی فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی به توجه ساکنان و مهمانان جمهوری می‌رساند که روزهای 29 ماه سال 2024 در ناحیه‌های کوهستان و دامنه‌کوه تاجیکستان به استثنای شرق ولایت مختار کوهستان بدخشان آمدن سیل‌ها پیش بینی می‌شود. روز 29 ماه احتمال بالوروی سطح آب در دریاهای زرافشان، آب خنگاف، سرخاب، وخش، یاخسو، قزلسو و دریاهای جاری شونده از نشابی‌های قطارکوه‌های ایثار وجود دارد. در این ارتباط کمیته اولوی فوق‌العاده از شهروندان خواهش می‌کند که در این روزها ساحل آبها مایه‌داری و استراحت و آببازی نروند. از ساکنان مناطق کوهی و نزد کوهی خواهش می‌شود از رفتن به دامنه‌کوه‌ها به خاطر جمع‌آوری گیاه‌های داروواری و هیزم خودداری نمایند. با مقصد پیشگیری از ورود سیل به خانه و حولی‌ها و میدان‌های کش خواهش کرده می‌شود که ساکنان از قبل سیل‌راه‌ها، کانال‌ها و جوی‌ها را از هر گونه خس و سنگ و شغل تازه کنند. ماه سال جاری با سیل و بارشات برای تاجیکستان در عموم ماه وزنین و پرآفت آمد. از اول ماه در این کشور الکی قریب 50 نفر قربان حادثه‌های نوخوش شدند. بیش از 30 نفر آنها بر اثر صدمه‌های نقلیاتی و حدود 20 نفر دیگر بر اثر آفت‌های طبیعی چون سیل و آبخیزی جان دادند و یا در آب غرق شدند. همچنین دست کم 3 نفر هنگام چوکرچینی از کوه افتاده به هلاکت رسیدند. 2 نفر دیگر در شهر باختر هنگام تازه کردن یک لوله از پرتاب پرشده کانالیزاسیا جان باختند.